حرکت کششی خیلی عالی که مثلا صبح که از خواب بیدار شدید میتونید به این حالت پاتون را بذارید رو حزن، همراه من داشته باشید. این چند تا نفس عمیق را حتما اول بعد از خواب انجام بدید. حالت پوزیشن رو به صورت حالت کودک خودتون رو میگیرید و کشش به سمت جلو، همراه دم و بازدم. دوباره بدن رو میارید دم، خودتون رو خالی میکنید و همزمان دستا به جلو و کمر کامل کشش پیدا میکنه به این صورت. و میارید به بالا، پاهاتون هم قرار بدید به این صورت. به این صورت دوباره دستا به حالت بغل پاها. خیلی مهمه. یکی از این کشش ها بعد از اینکه حالت کودک خودتون رو گرفتید، کمر صاف ستون رو نگه دارید و میگیرید و کشش میدید به ساق و همسترینگ و حتی ناحیه کمر. این کشش خیلی داره و حتما باید اولین حرکت ها رو مرتب انجام بدید که به این کشش هم برسید. بعد به حالت خواب دراز و پا رو میارید به داخل شکم، کشش. به این صورت دوباره پای چپ و پای راست دوباره پای چپ میارید به داخل، کنار زانوی پای چپ میذارید و خودتون رو برگشت میدید به این سمت. به این حالت این دستا به جایی که این طرف باشه، خودتون رو برعکس پا به این سمت کشش میدید و پا راست کنار بالای زانوی راست و دوباره خودتون رو چرخش میدید این سمت. میتونید این دوتا دست رو بیشتر کشش بدید. این چرخش کمک میکنه به عضلات لاتیسموس دورسی، کشش عضلات پهلویی و شکم، تقویت سیاتیک یعنی برای رفع درد سیاتیک بسیار مهمه و برای رفع کوتاهی عضلات همسترینگ و عضلات پشتی. دست رو کشش تا جایی که میتونید. و جالب اینه که برای عضلات سینه‌ای هم کاملا کشش پیدا میکنه. به حالت روی زانوهاتون وای میسید به
این سمت و شکم به تو، نفس عمیق به حالت این حالت کمر صاف، یه پیچش به قسمت عضلات سرینی دوباره شکم تخت و کاملا کشش پیدا میکنه و کمر صاف، کشش به کل عضلات سرینی ها، همسترینگ. و این تکنیک برای تنگی کانال نخاعی هم خیلی مفیده. و در آخر کشش 2 تا دست به جلو دوستان که تا اینجای کلیپ با ما بودید و میتونید این کلیپ خیلی خفن و تمرینات مهم رو برای دوستانتون به اشتراک بذارید، بفرستید که اونا هم با این تمرینات صبح که از خواب بیدار شدن زود سراغ گوشی نرن و این کشش ها رو انجام بدن، دم و بازدم رو انجام بدن که عضلات بدن هم ورزش پیدا میکنه و هم کاملا ریکاوری و به آرامش میرسه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان.